سلام بچه‌ها، به فوبیاکس خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر جا که بودید و هر جا که هستید حالتون خوب بوده باشه. اومدیم با یه پلیلیست جدید توی کانالمون و قراره که توی این مجموعه اپیزودها با همدیگه داستان‌های واقعی ترسناک بخونیم و اسم این پلیلیست یا یه جورایی این ویدیو کست رو گذاشتم شب‌های ترسناک. پس میشه گفت به قسمت اول شب‌های ترسناک خوش اومدید. پس چراغا رو خاموش کنید، هدفونتون رو بذارید و اگه دوست دارید چیپس و پاپک چیزی هم بذارید دم دستتون و بریم که داشته باشیم. لیتس گو. بریم سراغ داستان اول. من آناهیتام و 19 سالمه. داستانی که تعریف میکنم برمیگرده به خاطرات پدرم وقتی که کارمند شرکت نفت بوده. ما شیراز زندگی میکنیم و اصالتمون هم برای شیرازه. ولی از اونجایی که پدرم کارمند شرکت نفت بود مجبور شدن برن جزیره خارک زندگی کنن که دست بر قضا همون تایم مادرم سر من باردار بودش. از قدیم میگفتن جزیره خارک جن داره و مامانم بارها شاهد وجودش توی خونه بود. از زبون پدرم. وقتی مادر تایمی رو برای دیدار خانواده‌اش اومد شیراز، من خارک تنها بودم و تنها زندگی میکردم. اکثر وقتا سر کار بودم. وقتی که می اومدم خونه خسته بودم که یک روز که خسته تر از همیشه بودم که اواسط تابستونم بود، زیر کولر گازی دراز کشیده بودم و چشمام گرم شد ولی خوابم عمیق نبود. شنیدم یکی تو آشپزخونه داره به وسایل دست میزنه. صدای باز شدن شیر آب می اومد، صدای روشن شدن گاز. ولی من ترسیده بودم ولی به روی خودم نیاوردم. سری بسم الله گفتم و دیدم یه چیزی توی آشپزخونه خوردش زمین. بعد که رفتم دیدم سر کتری بوده. انگار مثل این که داشتن واسه من آب جوش درست میکردن. بعد یه بار که پدرم از سر کار برمیگرده خونه، اون روز غذای شرکت ماکارونی بوده و پدرم ماکارونی دوست نداشت و ترجیح میداد خودش توی خونه غذا درست بکنه. میره خونه و میبینه بوی غذای خیلی خوبی داره میاد. برنج و خورشت قیمه گذاشته شده روی گاز و آماده خوردنه. اینجا میفهمه که یه چیزی غیر عادیه. تا با یکی از همسایه‌ها صحبت میکنه. اونم میگه اینجا جن داره ولی کاری به کسی ندارن. اتفاقا خیر و برکت میارن ولی به شرطی که ازشون نترسی و کاری بهشون نداشته باشی. تازه کمکت هم میکنن. پدرم که اینو میشنوه برای سلامتی من که توی شکم مادرم بودم به مادرم میگه دیرتر به خارک بیا و همونجا توی شیراز زایمان بکنه. خودشم مرخصی میگیره و میاد شیراز و من به دنیا میام و برمیگردیم به خارک. حالا از زبون مادرم. اولش همه چی نرمال بود، به چیزی شک نداشتم. البته کارهای خونه خیلی وقتا خود به خود انجام میشد. مثلا ظرفا شسته میشد، چای دم میشد و خونه تمیز بود. من از وجودشون حس خوبی داشتم، بنابراین نمیترسیدم. تا اینکه بابات مجبور شد برای تایمی بیاد شیراز و من و تو توی خارک تنها موندیم و یه سری اتفاقات شروع شد. وقتی تو رو تنها میذاشتم و برمیگشتم میدیدم داری گریه میکنی یا صورتت سرخ شده، انگار یکی زده تو گوشت. مامانم میترسه و با یه عالم توی خارک صحبت میکنه. اوشون به مامانم میگه برای بچت قیچی و قرآن بذار بالا سرش. اینا بچه تو دوست دارن و دارن باهاش بازی میکنن ولی مراقب باش از روی علاقه صدمه‌ای بهش نزنن. میگفت من این کارو کردم و اونا با تو همراه تر شدن، طوری که من تو 4 یا 5 سالگی خودم تنها میرفتم حموم، اونم نصف شب. انگار نترس شده بودم. حموممونم تازه حیاط بود. حیاط وقتی که ممکن بود مارمولک وجود داشته باشه توی حموم، ولی انگار من حضور گرم یکی رو کنار خودم حس می‌کردم و از بچگی نترس شده بودم. تا اینکه از خارک برگشتیم و همه چیز تموم شد، ولی اونا واقعا برای ما برکت داشتن و به پدر و مادرم خیلی کمک کردن. این هم یه داستان جالب از اجنه مسلمون و مهربون ما. بریم سراغ داستان دوم. در زمانی که نوجوان بودم به همراه 3 برادر، 2 خواهر و پدر و مادرم در خانه‌ای در روستا زندگی می‌کردم که شامل 2 اتاق، 1 راهرو و 1 زیر پله، همچنین 1 تراس و 1 حیاط بسیار بزرگ مثل 1 باغ بود که توش انواع مرغ و خروس و قاز و اردک وجود داشت. تو خونه هم طبق معمول همه خانواده توی 1 اتاق می‌خوابیدن. توی یکی از شبا که خوابم نمی‌برد صدایی شنیدم که یکی از برادرام که کنارم خوابیده بود و صدا زدم. هر دو به آرامی پشت در اتاق که شیشه بود و کاملا راهرو و پله‌هایی که به زیر شیروانی راه داشت دیده میشد رو نگاه کردیم. با کمال تعجب دیدیم 4 نفر که حدود 60 سانت قدشون بود و یکی از اونها یه چادر گلگلی به سر داشت از زیر پله بیرون اومدن و به سمت پله‌ها برای رفتن به پشت بوم حرکت میکردن که ناگهان برادرم فریاد کشید دزد.
و با صدای اون همه بیدار شدن و اون 4 نفر هم رفتند. وقتی جریان رو برای پدرم گفتم لحظاتی به مادرم خیره شد و بعد گفت به نظرتون اومده چیزی نبوده. فردای اون روز پدرم پیرمردی رو به خونه آورد و کلیه لوازم زیر پله رو خالی کردن و اون پیرمرد شروع کرد به خوندن دعا که لحظه‌ای نگذشته بود که پیرمرد غش کرد و وقتی به هوش اومد دیگه نمیتونست راه بره. و چیزی که به پدرم گفته بود و نمیدونم چی بود، ولی هرچه بود پدرم تصمیم داشت خونه رو بفروشه و تغییر مکان بده. تا فروختن خونه که اونم تو روستا کار ساده‌ای نبود به خونه پدر بزرگم رفتیم. چند روز نگذشته بود که شب پدر بزرگم برای گرفتن آب رفت و کسی نمیدونه چه اتفاقی برایش افتاد ولی سر زمین کشته شد. 1 ماه بعد از اون برادرم که اون شب با من بود ناپدید شد و چند روز بعدش جسدش رو توی چاه پیدا کردن. پدرم که از این اتفاقات بسیار دلشکسته و نگران بود پیش کسی رفت که یکی از روستاهای اطراف بود و بسیار معروف بود و جریان رو براش گفت و دنبال راه چاره‌ای بود که اون شخص توصیه کرد فوراً به خونه خودمون برگردیم تا از اتفاقات بعدی جلوگیری بشه. و یه چیز دیگه هم به پدرم گفته بود که از اون به بعد برخوردش با من تغییر کرده بود و طوری با من رفتار میکرد انگار مقصر منم. به هر شکل به منزل خودمون برگشتیم. ماها خبری نبود تا اینکه یه شب تو نیمه های شب کسی منو تکون داد و بیدارم کرد. وقتی چشامو باز کردم دیدم دختر جوونی که با خنده به من گفت پاشو و دنبالم بیا. نمیدونم چی شد که نه قدرت مخالفت داشتم و نه فریاد. بی اختیار دنبالش رفتم و منو به سالن بزرگی که در زیر زمین بود برد. اونجا عده زیادی بودن، همه منو نگاه میکردن و خارج میشدن، ولی هنگام خروج میدیدم تبدیل به گربه میشن. دخترک جلو اومد و دست منو گرفت و از اونجا خارج شدیم. دیدم در یک بیابون وسیع هستیم. پرسیدم اونا کی بودن؟ چرا من اونا رو اون شکلی میدیدم؟ دختر جوان گفت اونا اقوام من بودن و ما از جنیان هستیم و زمانی که تو متولد شدی من همبازی تو بودم. وقتی مادرت دچار بیماری شد و نتوانست دیگه به تو شیر بده این ما بودیم که شب و تو رو سیر میکردیم و من تا صبح همراهت میموندم. بعد از مدتی راجع به اتفاقات گذشته ازش سوال کردم و اون گفت مقصر پدرت اون پیرمرد بود که باعث شدن به برادرای من آسیب برسه و بعد از اون شب تا امروز این دختر جن با من همراهه. و بعد از مرگ پدر و مادرم به اینجا آمدم و روزی به خواستگاری دختری از اهالی همین آبادی رفتم که صبح اون روز خبردار شدم دختر بیچاره توی آتیش سوخته و آسیب دیده. و بعد از این ماجرا دختر جن به من گفت هرگز نمیتونی با کسی ازدواج کنی و من نمیذارم. از اون روز تا به حال این دختر و 2 جن دیگه همیشه همراه من هستن. بریم سراغ داستان سوم. در بجنورد یک شب تو روستا وقتی که حدود 5 سالم بود با خانواده تو خونه روستایمون بودیم. دوران محرم بود و اذان از چند تا مسجد به گوش میرسید. مادر بزرگم به مادر و پدر و خانواده عمم گفت بریم مسجد، اما گفتن نه چون قرار بود برن حسینیه و حلیم بخورن. بعد من برای اینکه دل مادر بزرگم نشکنه و اینکه تنها نباشه بزرگ گفتم مامان جون من باهاتون میام. بعدش با مادر بزرگم راه افتادیم. حدود 7 شب راه افتادیم و مسجدی که میرفتیم یکم دور بود و حدود 15-20 دقیقه راه بود. تنها دلیل انتخاب این مسجد این بود که مادر بزرگم اون مسجد دوستش داشت و یه جورایی با خاطرهای خوب کودکیش به یادش می آورد. مسیر نسبتاً تاریک بود و آدم به ندرت رد می شد. دورش هم پر درخت و یکم اونورتر بیابون و بدون ساختمون بود. بعدش تو راه داشتیم میرفتیم که مادر بزرگم داستانای بچگیشو تعریف میکرد که یهو صدای راه رفتن یکی اومد. چون جاده خاکی بود صدا قشنگ شنیده میشد. دیدم کسی نیست. مادر بزرگم گفت خیالاتی شدی مادر جان. صدا کجا بود؟ اصلا من روحیه گرفتم و ترسم از بین رفت، اما هنوز صدا می اومد. بعد از یه مدتی مادر بزرگم متوجه شد و گفت بیا از این یکی راه بریم تا ترس من کم بشه، اما بازم از اونجا صدا می اومد. بعضی وقتا سایه هم بود با اینکه گفتم تاریک بود و نوری نبود. بالاخره رسیدیم مسجد و تا پامونو گذاشتیم مسجد صدایی دیگه نمی اومد. مسجد چون قاعدتا دور بود یعنی قدیمی بوده و افراد زیادی نمی اومدن. اونایی که زاده همون روستا بودن و قدیمی بودن می اومدن. بعد از تمام شدن نماز با مادر بزرگم راه افتادیم. دوباره از همون راه، ولی این دفعه صدا خیلی بیشتر شده بود. وسط راه مامان بزرگم وایساد و گفت واسه هیچی قرار نیست تعریف کنی یا در ضمن جدی نگیرین قضیه رو.
منم پشمام ریخته بود، اصلا نمیدونستم منظورش چیه که یهو برگشت گفت دنبال ما راه نیفت پدر سوخته، نوام ترسیده، برو کارتو با یکی دیگه بکن. ننه لیلا که میشه مادر بزرگ مادرم هم تو رو دیده، بیریخته بد قیافه 3 انگشتی. منم جدی شاشیدم به خودم، یعنی واقعا شاشیدم به خودم، پاهام به لرزه افتاده بود. بقیه‌شون وای نستادم نگاه کنم، سری دویدم و رفتم که یه دفعه مامان بزرگم داد زد و گفت مادر جان نرو، کاری نداره. بعدش هم که رفتیم خونه تا ساعت 12 شب کسی خونه نبود جز من و مامان بزرگم و بعدش هم میخواستم برای هر کسی که بگم همه میگفتن فردا صبح بگو، الان خوابمون میاد. بعدش هم که تعریف کردم و گفتم حرفمو باور نکردن. از مادر بزرگم پرسیدم چرا اینا حرف منو باور نمیکنن. گفت خیلی وقت اینطوریه، اینا حرف منم باور نمیکنن. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید و نظرتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید راجع به داستانایی که بودش، راجع به اینکه اصلا شما به جن اعتقاد دارید یا نه و اگرم برای خودتون اتفاق عجیبی افتاده، اتفاق ترسناکی افتاده، توی کامنت ها یا توی تلگرام فرقی نداره برام بفرستید برای اپیزودهای بعدی استفاده بکنم. دمتون گرم، مرسی ازتون بابت لایک و ساب و کامنتتون. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی بعدی بوس به کلتون.